حالی که وزارت تندرستی تاجیکستان همچنان پایفشاری دارد که از ماه ینور به این سو در کشور یگان حالت نوی سرایت کرونا ویروس آشکار نشده است، طبیبان و ساکنان از بازگشت کووید 19 به تاجیکستان بانگ اضطراب میزنند. خبرگزاری از پلیوس روز 12 ایون به نقل از منبع خود در آزمایشگاه دیامید اطلاع داد که تنها روز 8 ایون در این آزمایشگاه در دوشنبه 100 حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. دیامید به انجام تشخیص کرونا ویروس مشغول است و به گفته کارمندانش 2 هفته اخیر قریب هر روز تشخیص‌های انجام داده آنها حالت‌های نو به نو گرفتاری به کرونا ویروس را آشکار می‌کنند. از پلیوس نوشت در دست کم یک آزمایشگاه دیگر نیز به ثبت حالت نو کرونا ویروس در پایتخت خبر دادند، ولی وزارت تندرستی تاجیکستان این معلومات را بی اساس خوانده اصرار می‌ورزد که سخن درباره خروج موسمی بیماری‌های چون پنیومونیا یا زکام می‌رود که مردم اشتباهاً کرونا ویروس گمانش می‌کنند. امامعلی میرزایف سخنگوی این وزارت به از پلیوس گفت این خبرها اساس ندارند. وقتی حرارت کسی بالا می‌رود او تشخیص می‌گیرد، ولی در اکثر حالت‌ها تشخیص نشان می‌دهد که گمان برشونده گرفتار التهاب شش یا زکام شده است، نه به بیماری کرونا ویروس. وزارت تندرستی شام 12 ایون نیز دیگر باره گزارش داد که در شبانه روز آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت نو گرفتاری شهروندان به بیماری‌های کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته نشد. این جمله را مرکز مطبوعات وزارت از اول سال هر روز به تکرار نشر می‌کند، ولی کم کس باورش می‌کند. و اما یک ساکن دوشنبه به رادیو آزادی گفته است در پایان ماه مای اول پدر و سپس مادرش به کووید 19 گرفتار شدند. پدر در یک معرکه آش اشتراک کردن میگویند که شاید همانجا سرایت شدند. گفته است او نتیجه آزمایش مادر 62 سالش روز 30 مای نشان داد که او نیز سرایت دیده است، اما مسئولان طبی محله نتیجه آزمایشگاه را قبول ندارند و پایفشاری میکنند که آنها به کووید سرایت نشدند و این را سنجش خود آنها تصدیق کرده است. پرستار منطقوی در نوع شاه منصور شهر دوشنبه گفت در یک کوچه نزد بنگاه طبی آنها در 5 خانه گرفتاران کرونا ویروس تحت نظارت می باشند. در یک ماه آخر چندین حالت پیش آمد که نتیجه های آزمایش اول مثبت برآمدند و دیرتر با دخالت مقامات بهداشتی در تست های بعدی نتیجه ها منفی دانسته شدند. ماه مای در خوجند 15 نفر را همچون گمانبر به کرونا ویروس نو کرانتین کردند، ولی بعدا مقامات گفتند که آنها بیمار نیستند. از جمله شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسمی را که 17 مای نتیجه تستش مثبت برآمده بود نمایندگان وزارت سالم اعلام کرده و بازپس به ازبکستان فرستادند. سردار مرکز بهداشتی ولایت سوخت عبدالمولون عبدالله‌زاده که از احتمال سرایت خبر داده بود روز 25 مای از مقام برکنار کرده شد. یک طبیب اویلوی از محله گلستان گفت در منطقه آنها هم چند حادثه آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد، اما مثل که سال گذشته بود نیست، خیلی کمتر است. به عقیده کارشناسان 2 عامل میتواند سبب پنهان داشتن واقعیت درباره دامنه بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان باشد. یکی عزم مقامات برای باز کردن راه سفر مهاجران تاجیک به دلیل قریب به نیستی رسیدن کرونا ویروس در تاجیکستان و از سوی دیگر شاید برای اینکه در صورت تصدیق حالتهای کرونا ویروس حکومت مجبور می شود که اقدام‌های را برای جلوگیری از گسترش آن به مثل انجام تشخیص‌های پیوسته در مکتب‌ها و کارخانه‌ها روی دست بگیرد، ولی این پول خیلی زیاد می‌طلبد که حکومت از جیبش برآوردنی نیست.